کتاب از صفر تا سفر، کتابی که حاصل تجربه من به 72,000 زبان آموز مختلف و عشق و علاقه من به یادگیری زبان انگلیسی. تو این مسیر 10 ساله‌ای که بچه‌ها من دارم زبان رو تدریس میکنم، افراد مختلف با شرایط مختلفی رو دیدم. خب یکی به خاطر حالا پرمشغله بودنش می‌خواسته زبان رو یاد بگیره، یکی به خاطر رشد شخصیش که حالا تو تحصیلاتش نمره بالایی رو کسب کنه، یکی به خاطر سفر یا مهاجرت و اون عجله‌ای که داشته نیاز داشته زبان رو یاد بگیره. همه اینها، این تجربه ها، این شرایط ها، همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که من و دوستم این کتاب رو براتون جمع‌آوری و طراحی کنیم. تو این کتاب هم براتون مکالمه آوردم، هم واژه آوردم و هم اصطلاح آوردم. چرا این کار رو انجام دادم؟ سعیم بر این بوده که شما در کمترین زمان ممکن بالاترین بازدهی رو بگیرید. بچه‌ها این کتاب 20 تا فصل داره. هر فصل هم در موقعیت خاص خودشه. شما تو اون موقعیت دارید مکالمه رو یاد میگیرید، دارید اصطلاحاتش رو یاد میگیرید و دارید واژه‌هاش رو حتی یاد میگیرید. و تمام تلاش هم این بوده که اون مکالمه واقعاً کاربردی باشه. یعنی مثلا شما تو همین ایران خودمون در یه موقعیتی که قرار میگیرید به فارسی صحبت میکنید دیگه و نیازتو داره برآورده میکنید. من سعی کردم همون دیالوگای فارسی رو برگردونم به زبان انگلیسی، معادلاشو پیدا کنم و داخل این کتاب براتون بیارم. پس این کتاب بچه‌ها 100% کاربردیه و حالا اون سرفصلایی هم که برای این کتاب انتخاب کردم نیازهای روزمره شما رو پوشش میده. به خاطر همینه که میگم این کتاب میتونه شما رو کلاً دگرگون کنه، یعنی کلاً از لحاظ نیازهای زبانی نیازاتون رو برآورده کنه. بچه‌ها هدف از اینکه واژه و اصطلاح آوردم در کنار مکالمه اینه که شما کاربردی یادش بگیرید، اینه که شما واقعاً بفهمید داره چه اتفاقی میفته که بتونید با اعتماد به نفس صحبت کنید، که بتونید نیازاتون رو برآورده کنید. یه داستان هم بهتون بگم. بعد از اینکه حالا ما با کل درگیری این کتابو چاپ کردیم، حالا بماند چه درگیریایی، اولین کاری که انجام دادم 30 تا از این کتابا رو به بچهای آکادمی روان هدیه دادم. چند تا از بچه‌هامون یه سوال قشنگی رو ازم پرسیدن، گفتن که خب دمت گرم، عجب کتاب خوبی، حالا توصیه و پیشنهادت چیه که ما بالاترین بازدهی رو از این کتاب داشته باشیم؟ بچه‌ها این توصیه رو من به شما هم میگم چون که خیلی مهمه. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم استمرار تو این کتابه. یعنی اگر واقعا شروع میکنید به یاد گرفتن این مطالب باید استمرار داشته باشید. من توقع از شما ندارم مثلا روزی 1 ساعت حالا این کتابو بخونید، روزی 2 ساعت بخونید، نه، همون روزی 1 ربع رو اگر میخونید استمرار داشته باشید. قدرت استمرار رو دست کم نگیرید. بعد بچه‌ها شما باید یادداشت برداری کنید. با یادداشت برداری هست که ما چیزی یاد میگیریم. با خوندن خالی قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته. زبان انگلیسی دقیقاً مثل ریاضی میمونه. شما پای تخته معلم که بهتون یاد میده ریاضی رو میگید بلدم، ولی وقتی همون مسئله رو میخواید توی کاغذ حل کنی نمیتونید. چرا؟ چون که باید بنویسید. بچه‌ها دقیقاً زبان انگلیسی هم به همین طریقه. بعد بچه‌ها این کتاب یه پادکست داره. میتونید پادکست رو داشته باشید، یعنی در کنار اینکه این متن رو حالا میخونید، حالا من سعی کردم که اون تلفظام حتی به فارسی براتون بنویسم که مشکل تلفظ هم نداشته باشید. بچه‌ها این کتاب یه پادکست داره، میتونید با پادکست فصل به فصل بیاین جلو. و یه پیشنهاد فوق عالی که براتون دارم و حتما توصیه میکنم این چیزی که میگم رو انجام بدید. بچه‌ها داشتن دوره این کتابه. ما یه دوره داریم مختص همین کتابه، یعنی خود من اومدم این کتاب رو تدریس کردم. خیلی دوره خفنیه. بچه‌ها حتما در کنار این کتاب اون دوره هم داشته باشید. این کار رو انجام بدید. و نکته بعدم بچه‌ها مروره. مثلا من الان فصل 1 رو دارم یاد میگیرم، پادکستش رو گوش کردم، دوره آقای کریمی هم گرفتم، طبق همین کتاب داره میاد جلو، یاد گرفتم. حالا میمونه بخش مرور. بچه‌ها شما اون چیزایی که یادداشت کردید رو باید مرور کنید و بعدش فرداش برید سراغ مطلب بعدی. خیلی از زبان آموزان متاسفانه مرور رو انجام نمیدن و همین مروره باعث میشه که شما هیچی یاد نگیرید. وقتی که داخل کانال تلگرامم گفتم که کتابم چاپ شده و اسمش هم هست از صفر تا سفر، یه عده گفتن که حالا چرا از صفر تا سفر یعنی چی؟ هدف بچه‌ها این بوده، هدف از انتخاب این اسم این بوده که شما حتی اگر صفر هم باشه تو زبان انگلیسی، با استفاده از این کتاب، با استفاده از پادکست، با استفاده از دوره‌ای که مختص همین کتاب هست،
شما میتونید از سطح 0 به حدی برسید که نیازهای خودتون رو تو سفرهای مختلف برطرف کنید. به خاطر همین اسم این کتاب رو گذاشتم از 0 تا سفر. امیدوارم که این کتاب یه هدیه ارزشمند باشه براتون و واقعا بتونه نیازهای شما رو برآورده کنه و بتونید با اعتماد به نفس تو هر موقعیتی که قرار میگیرید شروع کنید به مکالمه کردن. پیشنهاد میکنم که به جای یه نسخه از این کتاب چند تا نسخه از این کتاب رو تهیه کنید و به دوستاتون، به اون کسایی که میشناسید هدیه بدید. آقا شما میای دوستتو دعوت میکنی به یه رستوران، 700 تومن 800 تومن 1 تومن کارت میکشید. بابا این کتابو بهش هدیه بده. اولا که تا عمر داره این کتابو داره. بعدش هم بچه‌ها یه چیز با ارزشه دیگه. شما دارید یه مهارت رو به دوستت هدیه میدی. این کارو انجام بده، ضرر نمی‌کنی. و برای تهیه این کتابم کافیه که به سایتمون ravan.co سر بزنید و اونجا کامل بهتون گفته میشه که چطوری میتونید کتابو دریافت کنید.